بینندای عزیز باز هم شما را خوش آمدید. میگم یک آدم بود لو در رقمک یک موتر خرید و امیر آستا میچلاند و بالاخره در کدام روز در یک جای در سر پل یک تایریزی پنچر شد. ای تا شد جک بالا کدی نٹکای شواز کدی تایر ماند می نٹار دمی سر ویلش ماند خودش پشت تایرش تپ میرفت طرف نوک پایش خورد می 4-5 تا بولت پایه در داخل دریا افتاد. یادم دست زیر علاشه شیشت که حالی چی کنم یه خو یک لنگ ماینی رقم به تایر ماندی چطور از اونجا کدام دیوانه سیلش داد تمو دیوانه گفت شو لوده برو نزو یک تایر دیگه یک نٹ واس کو بیارده ای پر تو حرکت کو. یادم یک دفعه گفت تو دیوانه هم هستی؟ ها گفت دیوانه هستم مگم تو وار لوده نیست. ستاره جان تمثیل میشه یک پارچه یک چیز تمثیل بکنی؟ من خودم تنها یا امروی مادر جان؟ دلتان تنها میکنین یا امروی مادر جان؟ بفرمایین در کش شما. ستاره جان شما امی بچه است که تو را اینقدر آزار میته؟ باعث شده که باعث آزار تو شده؟ نه و نیست غلط فکر میکنی. میفهمی از امی چت کردن با آنلاین چقدر گپا صورت میگیره؟ قتلا صورت میگیره، دروغگویاست، بسیار گپای دیگه صورت میگیره. میفهمی که چت کردن با آنلاین بسیار غلط است. من سرش اعتبار دارم. خب باز دیده میشه. اینجا بچه لایف شیشته ای رفته در چه؟ خب جلالی صاحب یک قسمت از فیلم بود که ما تهیه کردیم. این فیلم به شهر ملبورن استرالیا. ما خودت با مادر جان یک تمثیل نکنیم؟ وطنی یه خوش شما بر یک پیام داشت یعنی دخترها که در چت و دیترا آنلاین کسی چت نکنه که بسیار مشکلات ها برش خلق میشه. اگر من بتانم در مقابل شما جلال خواهش میکنم. امروز میخوایی امروز من بازار بری؟ امروز خب کار دارم. چرا؟ دیروز ما گفتم تا بیا بریم. هر روزه که من میگم تا که بیا که بریم بازار بریم یک جای بریم خودت میگی من کار دارم. هر روز قدر مصروف هستی؟ خود دیگه نمیشه زندگی دیگه. ما بالاخره دیروز برات گفتم پری روز برات گفتم خودت حاضر نبودی امروز ما حاضر نیستم. یک کدام مشکل خاص نیست. خب این مصروفیت تو بگو که چی است که ما هم بفهمم. ضرور نیست دیگه که من هر قصه را برای خودت بکنم. چرا رفیق هستیم باید قصه ما برای یکی دیگه معلوم باشه. خب رفیق هستیم قدگانی که کل قصه را ما برای تو بگویم. خب باشه خیلی برای آینده. خوب است دیگه چطور هستی؟ والا خوب تشکر میگذره. بخیر هستی؟ خب خوب شد که امروز وقت پیدا کردی که امروز ما بری خدا کنه زنده باشین. خوب یک پارک بسیار زیبا آمدین شیشتین. بسیار زیباست. اینا رو معرفی نکردین. سلام صاحب. سلام. خوب هستین؟ بخیر جانتان جور. شما خودتان میشناسین؟ با شما هستن با ما هستین؟ نه خیر. خب یکی از هموطنای ماست. خب شما از افغانستان؟ فرام افغانستان است؟ زمین فرام افغانستان هستیم. خوب هستی بخیر هستی جان جور. باز ما تو پسان قسم میکنیم خانه تان کجا؟ در کدام کوچه میشینی؟ دمون چیز نمیش من چون فراموشم شده. ما چون تاکسی میبریم میاریم نمیفهم. دمی قلعه زمان خان نمیشینین؟ میشه کدام وقت اونجا بودیم ما چه مینم تو یک دختر او روز ما دیدم نان در سرش بود خمیر میبرده داشت. همون نیستی؟ نه میشه که خوارم باشه. خب دیگه خوارم داری؟ 6 دانه. خب وام همت خوبیش است وام؟ نه تنها من. خب آفرین. خب خیلی تو برو دیگه باز ما میایم گپ میزنیم. یک نفر در راه روان بود بیلام در سر شانش. خب کلاهبرویتان یک سگ قفز زدم از این پای ازی گرفت.
پای زیره که گرفتی یا همی بیل قیل کت کتم پریش زد در فرق دی تک صاحبش دویده سگک مردار کدی چی میکنی آدم هستی گو پای من خورد گو خال که زده بودی کتی کلی بیل نمیزدی کتی دستی بیل میزدی گفت تو فقط کتی دم به خود مرا خورده بود کتی دان خود خورد ما چند زبان بلدیت دارین؟ اینم انگلیسی تنها کم کم دریرم دیگه بس پشتو نمیفهمین؟ نه استرالیایی میفهمین؟ استرالیایی انگلیش است انگلیسی است انگلیسی است فرق نداره ای بریتیش و امریکن و یا ور اکسنتشون تنها لهجه گپ زدنشون یکم فرق داره خب دوشنبه رو چی میگن؟ نه نگفتم خندکو گفتم دوشنبه رو چی میگن؟ ما دوشنبه رو نمیفهمی؟ خب برو یک شنبه رو بگو اگر دوشنبه سخت است یک شنبه رو بگو سنده خب منده سنده یک فکایی به انگلیسی بگوید شما هم جلالیست شما بفرمایید من ترجمه میکنم خیلی میفهمم کلگی Why did the chicken cross the road? یک خوشو بود که یک آروز پیش بریم او اما قدر از جلالیست است بعد از شما جوابشو بدهیم فقط از شما پرسان میکنه که مرغ چرا تیر شده است مرغ چطور تیر شده یا چرا تیر شده سرک خود ترافیک نبوده آهنگ امیرجان صبوری سنی میگه کو به کو نمیرسه آدم به آدم میرسه مگم اینجا شعرش تغییر دادن به خاطر امتحانا گفته که تا امتحانا میرسد غم بر سر غم میرسد رنج و درد و ناکامی همیشه با هم میرسد به یکی نقل زیاد به دیگر کم میرسد مگر از کلای خود کسی به جای نمیرسد کو به کو نمیرسد نمره به تنبل میرسد یک آدم دیگه تو گوشنام شده کمی رودایش دنبوره زده میره و همه تعهدان خدا قرد کرده میره که چی وقت سر دسترخوان برسم و خب بالاخره دست ششته شدی در خانه شیشتن دیدم جایی که شیشت در پالوش یک نابینا آمد شیشت ای دیگه تو خوش شد برو گفتا که خبر میشه ای سونو تلاشی من می کوفته و گوشت مشت یا شپاک میخورم خواهی کمی همی غوری را کمان دی آدم گفت شکر ای که شکر گفت نان خوردن که شروع کردن دی نابینا دیگه تو خاک باد انداخت دی غوری که نه گوشت مانده نه کوفته رو وقت کمی اول شروع کرد از اینجا برنج میگیره کلکش دی سر غوری که زیر گوشت داره یا نه تو چی میکنه او گوشت هم من پاک واره کشید زد یا نان خلاص شد چی شد یا آدم باز گفت خدایا شکر این پالوفیلی دست راستش گفت و بیادر یک دفعه در شروع نان شکر گفتی یک دفعه در آخرش چی تو گفت در شروع از خاطر شکر گفتم که این نابیناست یک ذره شکم ما سیر شوه که این نابینا کتیم شیشتمی گوشت مشتم ما بخورم شکر گفت گفت شکر آخرت گفت شکر آخرم ازی بود که خوب شد خود من نخورد یک تمثیل ما و خودت خوبه؟ اگه بتام اجازه است؟ چرا نه؟ چی رو تمثیل کنیم؟ بریم شاپینگ خب نه تو بچهش و من دختر نه خیره تیم بتی سر ما پرزه بروی تو صحیح است؟ خود سرچپه شو خیره صدای تا غور کو نه زیاد خود چی خیر؟ یک چیز دیگه خب ما پرزه برم ما بچه لچک خود دختر در را برو ما پسرت پرزه میرم کجا رایستی؟ ما پیکر هر چشم است که چراغ 2010 حال چرا خود طرف مسئله میکنی؟ او سایکو حالا چشم دریاز دیگه خالص چی یک پیران پلنگی پوشیدی نام
نام خدا و خود دختر خانه رفتی خدا اسپند کنی نظر نشی. اسپند نداریم. بوربو پیدا کن. پیدا نمیشه در استرالیا. نمره تلفن تا بتی ما برترایی کنم. من تلفن ندارم. خب چی ایمیل آدرس تا خوب بتی؟ ایمیل آدرس هم ندارم. در فیسبوک هستی؟ نه. خیلی در کجا پیدایت کنی؟ هیچ من پیدا کردن نمیتونی. خیلی دل ما را که میبری کتیتی چطور میشه؟ ها؟ دیگه هم ما گپ نزن. شک نکن دیگه. کو؟ اون که چقدر دختر هست برو. حال دخترها را چی کنم تو خب خودم زنم دارم دیگه. من از خود زن. چه رقم آدم هستی تو؟ اوی حال آدم که در خانه یک درخت داشت در بیرو جنگل نمیبینه؟ نه؟ چشمای تا پت کو. نه کو. حال ما خب با کدام چشم بد طرف تو سیل نکردی؟ هیچ طرف ما سیل نکن. خانه تان آدرس بده که خواستگار روان کنم بوبوی من. ما خانه ندارم. خانه نداری خیلی هم یال بریم خانه ما. نه. چی میکنی در روی سرک؟ سعیز؟ نه. خیلی چی میخوری که مقبول هستی؟ ها؟ چی خوردی؟ چرا خنده میکنی پت؟ ها؟ سر تو خنده ام گرفتم. خنده دوستی یا خنده دشمنی؟ دشمنی. دشمنی دیگه خنده نداره. داره. خب؟ حال مرد دوست نداری؟ نه. من خود را دوست دارم. با ما چی؟ خب من که بگم 2 دفعه دوست دارم تو نسایی میشه دیگه. نه. خب برو دیگه اون مردکه که من آمدم حالا نه مادر جان. وی مادر جان سلام. خوب هستی بخیر؟ جان جور بخیر؟ دیگه اوش کنی دخترک تان است گفتم چه نام خدا دختری عاجز سنگین گفتم مادرت کجاست گفت حال میایم گفتم خود آمد که تیش گپ میزنم. بگی برو دیگه. میرم مادر جان من کدام کار ندارم. خانه تان کجاست خاله؟ ما خانه نداریم. خانه ما در خانه پدر جانم است. خیز خداحافظ. با امان خدا. با جانت روانش کردم باز میفهمی گپا. پدر جانشه؟ که یک نان چند فطیره. نه من پدر مادر خودم رای میکنم خانه تو. او را رای نکن تو رواج ما نداریم که دختر خیلی اول بیاید. تشکر از اینکه همه روزه برنامه ما را تماشا میکنید. اگر میخواهید برنامه قبلی را ببینید اینجا را کلیک کنید. اگر میخواهید برنامه بعدی را ببینید اینجا را کلیک کنید. اگر میخواهید به چینل یوتیوب ما بپیوندید اینجا را کلیک کنید.